اولین و شاید عجیبترین ویژگی افراد کاریزماتیک به موقع و هوشمندانه سکوت کردنه. به عبارتی در دنیایی که همه عجله دارن تا فضا رو با کلمات پر کنن، اون کسی میتونه توجه و احترام بقیه رو به خودش جلب کنه که بتونه با مکث‌های کوتاه و قدرتمند به جملاتش آهنگ گوشنوازی بده. جالبه بدونین از بین رهبران تاثیرگذار جنگ جهانی دوم چرچیل استاد بلا منازع این تکنیک بود. اون در یکی از جلسات پرآشوب پارلمان وقتی یکی از نمایندگان مخالف با عصبانیت ازش پرسید: آقای نخست وزیر، هدف شما از این جنگ چیه؟ برخلاف انتظار چند ثانیه طولانی و سنگین سکوت کرد و با این چند ثانیه فوراً تمام جو پرآشوب جلسه رو آروم کرد و توجه همه رو به خودش جلب کرد و بعد